با مقصد ارجگذاری به بزرگترین دستاورد ملت و دولت، استقلال و وحدت تحت رهبری رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هلالبی قربانزاده سنه 11 ایول با سفر کاری به ولایت سوغد آغاز گردید. زنان بانوان فعال جامعه، متخصصان ساحه کار با زنان و عائله، نمایندگان دیگر ساختارهای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های جمهوری با افتخار و احترام به صلح و ثبات، امنیت ملی و ترغیب و تشویق سیاست صلح‌پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در این کاروان با مقصد تحکیم پایه‌های صلح و آرامی، یکدلی و یکمرامی، پیشگیری پشتکاری عائله‌ها و دیگر مسائل مهم در جماعت دهاتی اسفره و قسم‌های سرحدی و نظامی شهر اسفره صحبت و واخوری‌ها دایر نمودند. این تشبوس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که چند سال آخر ادامه دارد، برای باز هم بهتر گردیدن معرفت سیاسی جامعه، ارجگذاری به صلح و آسایشتگی کشور و همدلی هموطنان زمینه مساعد می‌گذارد. ما به شهر کنیبادم، شهرهای اسفره و بابا جان غفور سفربر شدیم که روزی گذشته از قسمای حربی شهر کنیبادم و جماعت‌های دهات و شهرک دیدن آمدیم و با بانوان شهر و کارمندان و صاحبکاران از آن جمله با آن فعال زنان سابقه‌دار شهر که امروزها هنوز هم در فعالیت هستند و خورده صحبت و خوری‌های دوستانه به انجام رساندیم. امروز باشد از جماعت‌های دهاتی وروغ و چارکوهی شهر اسفره دیدن آمدیم، از خواجگی و دهقانی آنها دیدن آمدیم. امروز در خواجگی دهقانی زردال پروری جماعت چرکوی شهر اسفره از رفتی استحصال کارکردی زردالو و آلوچه دیدن آمدیم که این برای من یک چیزی نوی بود. صبحی بر وقت ما به شهر اسفره وارد گشتیم و یک گروه کاری ما به دهه وروغ و چارکو من رفته اونجا صحبت و واخوری ها گذراندیم، از طرز حیات زنان، از شرایط زیستی ساکنان آنجا از نزدیک شناس شدیم. با زنان آنجا از دوستی و رفاقت، از وحدت، از استقلالیت، عموما از صلح و ثبات و تنجی و آسودگی امروزه سخن کردیم. همچنین در دایره کاروان مادران وحدت سرا بازدید از موضع‌های تاریخی و سیاحی، کارخانه‌های صنعتی، کارگاه‌های دوزندگی و غیره به نقشه گرفته شده است که از تاریخ بای و رنگین ملت تاجیک و پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان عزیز گواهی می‌دهد.